بسم الله الرحمن الرحیم. هذا مفتاح الجنة العظیم. شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خوارند و زارند. ندا آمد نمی بینی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. عرض سلام و درود و ادب و ارادت وقت بخیری دارم. محضر شگوفانور شما بینندگان عزیز، سروران گرامی، ارجمندان نهایت محترم، اهم از برادران و خواهران گرامی که ما را بیننده هستند و برنامه زیبای خودشان آوای وحی را تماشا میکنند. دوستان گرامی، سروران عزیز، موضوعی را که ما امروز انتخاب کردیم در رابطه مرگ پایان راه یا آغاز زندگی جدید. این یک موضوع هست، خیلی موضوع مهم و اساسی است که انشالله در این رابطه بحث تفصیلی می داشته باشیم که من خوشبختانه امروز در استودیو مهماندار هستم. مهمان بسیار عزیز و گرامی و ارجمند را دعوت کردیم. جناب مولوی امین الله امیری، عالم دین و آگاه و متخصص علوم اسلامی در استودیو با ما هستند. جناب مولوی صاحب، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله. ما هم به نوبه خویش خدمت بیننده های گرامی و عزیز شما سلام عرض میکنم. خدا کند که جور و صحتمند بوده باشند و با استفاده از لحظاتی که پیش رو داریم در خدمت عزیزان هستیم. خدا کند که خدمتی را یا مسئولیت خویش را در قبال ملت عزیز و رنجیده خویش ایفا بکنیم. سلامت باشین جناب مولوی صاحب، تشکر میکنم از شما. حالا قبل از اینکه به عنوان و بحث بریم، تماس داریم. خواهر ما از ولایت هرات روی خط هستند. بله، سلام علیکم و رحمت الله خواهر گرامی. بله سلام مولوی صاحب، خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر، زنده باشین، ان شاءالله که شما هم خوب باشین. از ولایت ایران به تماس دارم مولوی صاحب. تشکر از شما خواهر، بفرمایید. همین بعضا میگه که همین مرده مثل یک گنجیش، مثل یک پرنده مثلا روی ارواح خاک میکنه. اون کسی که خیرات نکنه به او، کسی که مثلا دعا نکنه روی مرده خاک میکنه. یکی همین دارم بسید فرید سر زیارت همین مرده تا آدم بیری میبینه سی رقم برین نارین سر زیارته. درست است. جز دومیتان دیدن مرده در خواب. درست است خواهر گرامی. اصلا معلومات بدین درباره این دنیا از این موضوع که شده. درست است خواهر گرامی، تشکر از شما. زنده باشین ان شاءالله. ممنون. زنده باشین. تشکر. جناب مولوی صاحب، خواهر ما از هرات بودن. اولا گفتن کسی که مرده ای که میمیره از دنیا، رخت سفر بسته میکنه، که ما موضوع امروزی ما هم خیلی مرتبط است به موضوع که مرگ پایان راه است که یک روزی همه ما خواسته باشیم نخواسته باشیم، پیر باشیم جوان باشیم، همه بالاخره دنیا را ترک میکنه و از دنیا رخت سفر بسته میکنه به دنیای عقبا. حالا بعد از این گفتن ختم و خیرات و چگونه روحی خوشحال میشه، چگونه چه کارهایی کنه زنده ها بعد از اینکه مرده میمیره. حالا زنده ها مسئولیتش چه کار است تا اینکه خوشحال باشه، یک دنیای دیگهش پر از تراوت و آرامش باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست میخواهم در ارتباط یک بیت را تقدیم شما و خواهر گرامی ما بکنیم که میگه زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. احسن. بعد مرگش بر مزارش آب پاشیدن چه سود. خود دقیقا باید زنده ها را در هنگام زندگیش، چه پدر است، چه مادر است، چه برادر است، چه دوست و اقارب است، تا اندازه توان قدر و قیمت از آن را بدانیم. حیات خودش یک غنیمت است، یک نعمت است که باید همه از این استفاده بکنن. ولی برای بعد از مرگ زنده ها در قبال مرده ها چی کار کردن میتوانند؟ مشخصا سوال خواهر مایی بود. آنچه ما در دین ثابت داریم او است که ما زنده ها هر عملی نیکی را از ختم و خیرات و دعا و نیایش گرفته میتونیم انجام بدیم و ثواب از او را ایثار روح متوفای خیش یا هر کی را مد نظر داریم بکنیم. ما میتوانیم بعد وفات انسان ها خدمتی که در حقشان انجام بدیم است که در حقشان دعای مغفرت بکنیم با انجام اعمال صالحه، نه به شکل مروج امروزی که فقها را رد میکنند، به چارچوکات شریعت اعمال نیک ختم و خیرات خدا انجام بدیم و ثواب از را تقدیم بکنیم به متوفاها و مرده های خویش
این راه ماست. خیلی خیلی هم زیبا اشاره کردین، تشکر. حالا تماس دیگری هم روی خط داریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلام به شما و مهمان عزیزتان مولای صاحب. زنده باشه خواهر گرامی، تشکر از شما. انشالله که شما هم خوب و صحت و سالم باشین. ممنون. بفرمایید خواهر. تشکر مولای صاحب. یک دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اول اینه که من نامزد رو میگه که من یک خور دیدم که خانه شما بسیار به هم ریزه، به هم رفته است. بیخی یک مقام میگه سیم تجیر زمین. خواه نامزدتان بریتان چی میگه خواهر؟ نامزد ما گفت که من یک خور دیدم که خانه شما به هم خواه ریزه، به هم رفته است. درست، خواب دیده، درست است انشالله. سوال دوم اینه که مادر من میگه که امیر خیرات دادن لباس به اجازه شوهر اجازه داره یا نه؟ لباس خیرات دادن درست است خواهر گرامی، تشکر از شما. تشکر. ممنون. بیننده باشین انشالله پاسخ را میشه. تشکر. از هرات که سوالی اول داشتیم، جزی دومشان جناب مولوی صاحب، خواهر ما یک کسی که مرده را در خواب میبینه، یک مسئله یعنی در کل مطلق دیدن مرده در خواب، و همچنین یک کسی میبینه که خودش در خواب وفات کرده، تعبیرش چی است؟ این خواب هست. بله. در عالم خواب، در عالم رؤیا ما هر چیزی را میبینیم. بله. از جمله ما میتوانیم مرده ها را هم به خواب ببینیم. بله. اما دیدن مرده ها به خواب باعث ایجاد خستگی یا باعث ایجاد شادی در روح ما ممکن شود. بله. ولی دیدن مرده در خواب مشخصا بیانگری کدام حالت خاصی از مرده باشه یا بیانگری کدام حالت خاصی برای زنده ها بوده باشه خوب بوده نمیتونه. و بخش دومشان که بله. گفتن اگر کسی ببینه خودش در خواب خودش مرده، خب معمولا باز هم عالم خواب است و عالم رؤیاست، اتفاقات در خواب میفته، اما او باعث تشویش و نگرانی نیست. خب معمولا انسان وفات میکنه و شاید هم به اثر چوت و فکری که در بیداری داشته، به اساس بعضی از تصوراتی که در بیداری انجام داده امور در عالم خواب هم ببینه و قابل تشویش نیست. خیلی هم زیبا. خواهر ما تماس داشتن، گفتن اینا نامزد هستن و نامزدش خواب دیده، بعد به اینا گفته که اینا بپرس. خواب میبینه که خانه خواهر ما را خواب میبینه که خانه به هم ریخته، خانه خراب شده، این خانه جور از هم بنیادش از بین رفته و بعد از بالاخره بیدار میشه. باز هم مسئله خواب است. مسئله خواب اونقدر دقیق یعنی اذیت کن و آزار کن هم بوده نمیتونه و بشارت 100% هم بوده نمیتونه. ای که برادر ما در خواب دیدن خانه نامزدشان به هم ریخته، ممکن بعضی از مشکلات در خانواده وجود داشته باشه. بله. که میشه ما با تجدید نظر در طرز زندگیمان امیر جبران کنیم. خیلی زیبا، تشکر. جزی بعدیشان هم لباس، چه زنانه چه مردانه، خیرات دادن به دیگران، این چطور است؟ ما در باب مصارف بله دو بعد داریم. یکی که کسی از مال شخصی خود مصرف بکنه و خب اجازه کسی دیگه نیاز نداره. بله ده. اگری که خواهر ما لباس شخصی خودش که از مال خودش است یا شوهر برش داده، ایره به کسی خیرات میته صدقه میکنه، خو نیاز به اجازه شوهر نداره. ما اگری که مال کسی دیگر ما مصرف میکنیم، بله او نیاز به اجازه داره، ولی اجازه باز دو رقم است. یکی اجازه صریحی است، یکی هم اجازه های دلالتی است. معمولا در خانواده ها بین شوهر و خانم استفاده از یک مال دیگر، از مال یک دیگر، نیاز به اجازه صریحی در بسا موارد نداره، اما اجازه های دلالتی وجود داره. مثلا شوهر معمولا برای از اینکه لقمه را خانم در نبود شوهر بدون اجازه صریحی شوهر مصرف بکنه تنگی نمیکنه. این شکل در صدقه دادن کالای از شوهر هم نخواد شوهر کدام عکس العمل جدی را در برابر از خانم نشان بده. وقتی اجازه های صریحی و یا دلالتی وجود داشته باشه، که معمولا در خانواده های ما اما اجازه های دلالتی از طرف شوهر و خانم وجود داره، اما کافی است. خیلی زیبا، تشکر. انشالله امیدوار هستم که خواهر ما پاسخشان را دریافت کرده باشه. حالا تماس دیگری هم روی خط داریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله. بله. سلام، خوب هستین؟ انشالله صحتتون خوب است؟ شکر. مولای صاحب خودتون زنده باشین. ممنون از شما، تشکر. یک خیلی مولای صاحب.
همه روز میگه این خانم وقتا پیدا بشه کار کنه کنه میگه سوال مراد میشه کار مراد میشه کار ما دولت نمیگم این چیزی میگه خانه اول ما میپیاد رقم سوالم بکنم یعنی درست است مادر گرامی، یعنی در کل در خانواده ها که مشکلات ایجاد درست درست است. سلامت باشین ان شاء الله. تشکر، شما بیننده باشین. ممنون از شما. زنده باشین. جناب مولوی گرامی، مادر گرامی ما تماس داشتن، گفتن در زندگی بسیار مشکلات گوناگون دچار هستیم و همچنان یا کسی به اینا گفتن. بالاخره در کل اگر مطلق عمومی پاسخ بدیم، بعد از اینا گفتن به خاطر بهبود زندگی، بهتر شدن زندگی، آیا ما رو به تعویض و تومار و پیش به اصطلاح عموم که پیش ملا رفتن میگن دیگه، همین واژه استفاده میکنم، این واژه استفاده میشه و متاسفانه پیش سایر و جادوگر و غیره و فالبین و کاهین و تو یک چیزا این چگونه هستی در اسلام جای داره یا خیر، یا کدام دعای مخصوص است که زندگی بهتر شود؟ این تو یک سوال. جناب استاد خدمت مادر گرامی ما عرض بکنیم، یکی از معتقدات یا یکی از هفت مؤمن بهی ما است والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. ای که در زندگی خیر است و شر است همه از جانب خداست، ولی کسب بنده رول خدا داره، کسب بنده رول خدا داره، ولی در عموم هر مشکلاتی که در زندگی انسانیت می آید یا هر راحتی و شادی که در زندگی ما می آید همه از جانب الله است. ما باید به همین باور زندگی بکنیم. در صورتی که بعضی از مشکلات می آید، طبعا زندگی هیچ فردی خالی از مشکلات نیست، به ویژه خانواده های افغانی با این همه مشکلات. طبعا در زندگی ما دچار مشکلات، دچار فقر، دچار زحمات و تکالیف هستیم، ولی این ایجاب نمیکنه که ما به خاطر رفع ازی به دروازه غیر خدا مراجعه بکنیم. بر شما درود بر شما. چون قرآن بر ما میگه واستعینوا بالصبر والصلاه. هر مشکلی که به شما پیش می آید، یگانه راه حل ازی از آدرس قرآن صبر و استقامت و حوصله مندی و تن دادن به تقدیر الهی و تلاش از آدرس خواستنی از آدرس الهی است. واستعینوا بالصبر والصلاه. بله، تعویض و تمار بر جای خود ثابت است. دم از آدرس احادیث پیامبر و صحابه پیامبر در مواقع خود ثابت است، ولی که ما به خاطر حل مشکلات زندگی خود پیش ملای به نام ملا که از این موقع استفاده میکنن، خواهرای ما را عقلشان میدزدن، پیش از او مراجعه کنیم با دادن پول و مرغ و غیر ذالک، هم امو عقیده خود خراب بکنیم و از دست بتیم خدای نخواسته غضب الهی را به جای که رفع مشکل شوه مشکل دیگی را به خود کسب بکنیم. خیلی بجاست که ما در این موارد از صبر و از نماز و دعا و نیایش و رفتنی به درگاه خدا کار بگیریم. خیلی هم زیبا اشاره کردین، تشکر میکنم. یعنی موردی را که دوستان گرامی جناب استاد مولوی گرامی اشاره کردن در رابطه به اینکه اگر هر مشکلی یا بالاخره در زندگی پیش میشه، انسان با واسطه صبر و نماز که چون وعده پروردگار جل جلاله در این مسئله هست، انسان توسط او استعانت و کمک طلب بکنه. ای که رفتن پیش ای تو اشخاص نه تنها درد را دوا نمیکنه، بلکه درد افزون میکنه و درد زیاد میکنه. الله متعال توفیق عمل و استقامت برای همه ما و شما نصیب بگرداند. حالا جناب مولوی گرامی، موضوع ما را مرگ پایان راه یا آغاز زندگی جدید. خیلی باورا معتقد است که جناب مولوی گرامی باز هم تماس داریم، انشاءالله که اگر تماس نبود میپردازیم به بحث. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله بله، سلام علیکم. سلامت باشین برادر گرامی، زنده باشین، انشاءالله که شما هم خوب و صحت باشین. برادر یک سوال داشتم. بفرمایید برادر گرامی. همه خانم گفت ایشون شکم خواه. خوش، خانمتان چی است؟ ایشون شکم خواه، اسم خوبیه، نه که تدیه، نه که ما متقدمان درسته، نه اشتر. تماس صدایتان یک کمی قطع وصل آمد. گفتن خانمتان چی داره برادر؟ اسم شکم خواه.
خواه درست است برادر. درست است برادر، تشکر از شما. جناب مولوی شبی گرامی، برادر ما از هرات تماس گرفتن در رابطه با یکی خانمایی که در کل و همچنان اینا از این مسئله در زندگی مشکلاتی که هست برای اینا بعد از تذکرات متعدد اینا بازم مثلا سهلنگار هستند در عرصه نماز، در عرصه عبادت، آیا با می تنها گفتن مسئولیت مرد خانواده تکمیل میشه خیر؟ حالا جناب مولوی اگه اجازه بدین یک تماس دیگری هم داریم، باز میپردازیم به این سوال. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله صحبت بکنین، خواهر تماس مواصل است. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتتون خوب است؟ سلامت باش. مولوی سبزی سوال داشتیم. بفرمایید. صحبت بکنین خواهر، تماس مواصل است، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. یعنی که انسان به حمام بره از گردن پایین حمام کنه، آیا حکم شرعی داره یا نه؟ خب از گردن پایان، درست؟ خوش. با سوال دوم این است که خواهرم با شلوار نماز مونه با چادر میپوشه، آیا سونش آیا گناه داره یا نداره؟ سوال دو میتونه یک بار دیگه تکرار کنین خواهر؟ امی که خواهرم که وقتی نماز خواندن میشه بیلو شلوار خواه درست است. سلامت باشین خواهر گرامی، تشکر از شما. سلامت باشین. ممنون از شما، زنده باشین. میپردازیم به سوالی که قبلا مطرح شد که آیا فقط با گفتن مسئولیت ادا میشه؟ جناب مولوی یکی در ارتباط خانما، بله، اساسا آنچه در احادیث می آید 4 طایفه از مردا مسئولیت دارند. بله. شوهرانشان، پدر، برادر و فرزندانشان. یعنی در قبال یک خانم. در قبال یک خانمی 4 گروهی از مردان مسئولیت دارند. مشخصا مسئولیت شوهر در قبال خانم در بعد عبادات و عفت و غیر ذالکی که مربوط به خانم ها میشه است که باید اونا خود توصیه بکنند و تا حد توان وادار بسازند به ای که اما مسئولیت های دینی خود انجام بتن. ولی اگر باز هم نشد به جزئی که با ایشان بسازند تا زمانی که کاملا به بیراهه نرفته باشند دیگه چاره ای نیست، چون پیامبر علیه السلام میگن استوصوا بالنساء خیرا. مضمون حدیث است که شما وصیت مرا در قبال خانم ها با رفتار نیکویتان بپذیرین، یعنی با خانم ها با جز که رفتار نیکو نرم کرده شود با تندی با اونها ساخته نمیشه. یا این شکل در حدیث دیگه هم میایه خواهرها سر ما قر نشن، میگن طایفه زنانه از قبرغه کج آدم علیه السلام، البته بیبی ما مادر بزرگ من حوا ساخته شده، اونا طبعا همون تو طبیعت کج و ناراست شدنی دارن که اگر بخواهی راست کنی میده میشه که کنایه از طلاق است. و اگر بخواهی با او ادامه بدی باید با حالت کجی که داره که تش زندگی را ادامه بدی، یعنی ساختن است. ساختن است. ولی مسئولیت ما را در قبال خانم ها، مسئولیت شوهرها در قبال خانم ها در از آدرس دین مشخص شده است. تا توان ما مسئولیت خود ادا بکنیم با دو طرفش به خدا بسپاریم. خیلی هم زیبا، تشکر از شما. دوستان گرامی، سروران عزیز، برنامه ما ادامه داره. حالا میریم ندای ملکوت اذان را میشنویم، دوباره خدمت شما خوبان سروران گرامی برمیگردیم. سلام و درودی مجدد خدمت شما خوبان سروران گرامی، ارجمندان نهایت محترم، و یک سلام ویژه خاص تقدیم میکنم به اوید عزیزانی که تازه ما را بیننده هستند و برنامه زیبای خودشان آوای وحی را تماشا میکنند. جناب مولوی گرامی، خواهر ما از هرات تماس داشتن. دو سوال اولیشان که از گردن پایان در وقت حمام کردن، یعنی منظورشان ای که یعنی کسی حمام میکنه از حالتهای مختلف،
یعنی سرش نمیشوه، سرش خشک میمونه. این فکر میکنم که سوالشان برمیگرده به حالتایی که خواهرای گرامی ما که وقتی اگر آرایش میکنن یا در عروسی است یا در محافل است، به احتمال زیاد حدس میزنیم اما موقع باشه، چون به خاطر که اگر اون لحظه مثلا حمام کنن و آرایش رو داشته ها پاک میشن، خب بازم ما به طور کلی پاسخ میتیم. بفرمایید. اگر حمام به منظور رفع جنابت نبوده باشه خب مشکلی نیست، ولی اکثرا این کلمه حمام کردن در میان ما برای رفع جنابت یا در میان خواهرها به منظور پاکی از حیض و نفاس به کار برده میشه. خب حکم شریعت برای ای که ما غسل یا حمام بکنیم به منظور رفع جنابت و پاک شدن از حیض و نفاس یا غیر ذالک، ای خو اگر قدر سر سوزن از تمام قسمت بدن ما خشک بمانه کفایت نمیکنه، چی برسه به ای که کاملا سر خشک بمانه. بعد حمام ما یعنی در صورتی که سر خشک میمانه و بقیه اعضا شسته میشه کافی نیست. حمام نمیشه. نه. بله، خیلی هم زیبا، تشکر. حالا تماس دیگری هم از ولایت هرات داریم. خواهر ما روی خط هستند. بله، سلام خواهر. بله خواهر گرامی، تماس شما وصل است، بفرمایید. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتتون خوب است؟ خوبه، شما خوبه؟ تشکر از شما، زنده باشین. ممنون. میگم امروز که در وقت نماز کنم برای نماز کنم، یعنی این شیطان جون من که نخور مریض میکنه کار میکنه تو مشکلاتیه. درست. یا که بدم وقت که باز میرم بالا تلاوت کنم نمیدارم باز نمیکنم. درست است خواهر گرامی. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. و سوال دومی خواهر گرامی ما رمی است که گفتن پدرم در خانه همیشه اکثر اوقات وقتی که نماز میخونه فقط با یک شلوار است، این مثلا لباس با تنش نیست، مشکالش مسئله نماز خود در نماز یکی از فرائض نماز ستر عورت است. عورت ها برای مردا و زنان مشخص در شریعت محدوده عورت بیان شده است. برای مردا که میگن از قسمت زیر ناف تا زانو، اینی موقعیت عورت است که در نماز باید ستر شود. ای که پدر ای برادر ما به شلوار یا تنها با استفاده از شلوار نماز میخوانند، در صورتی که ستر عورت شده باشه نمازشان کدام مشکل پیدا نمیکنه. ولی خوب بهتر است ولو پدر است در خانه، دختر است و اطفال است، باید کامل احتیاط شود، خوبتر است. ولی در نفس نماز در صورتی که ستر عورت شده باشه مشکلی نیست. خیلی هم زیبا. خواهر ما هم از هرات تماس داشتن. جناب مولوی صاحب گرامی گفتن در وقت نماز، این سوال خواهر ما سوال خیلی عزیزانی هست که بارها این سوال را تذکر دادن و ما امروز میخوایم که از جناب مولوی صاحب بپرسم و همچنان یک پاسخ علمی و مستند و همچنان یگان راهکارهایی که از در باره ایرا جناب استاد ان شاء الله ارائه میکنه. و این است که جناب مولوی صاحب گرامی در وقت نماز خواهر ما گفتن ما در نماز آماده میشم، حضورم میگیرم، بالاخره یک کاری پیدا میشه، یعنی وسوسه های ابلیسی و این نماز خواندن سری ما به مثابه چپه کردن کو تمام میشه، سخت تمام میشه و بعد از همین سبب است که من این نماز از پیش من میمونم. مثلا حالا وقت ظهر است جناب مولوی بگیرم، وضو کرده است خواهر ما میخواد که نماز بخونه، یک کاری پیش میشه، این نماز ظهر رفت. وقت عصر هم عین شکل تصمیم 100% داره که نماز بخونه، باز نمازی هستن. بالاخره همین تو حتی سوال هم بیرون از برنامه دوستانی سوال کردن عزیزانی که حتی گفتن ماها هفته ها هست که نماز تصمیم میشه میگیرم، اما چون وسوسه های ابلیسی یا تلبیس ابلیس از این طریق میخواد که وارد این وجود انسان شه و انسان از نماز خواندن عبادت بزرگترین فریضه الهی دور بکنه و همچنان بالاخره که از این طریق به انسان صدمه وارد میکنه. حالا چه راهکار است جناب مولوی؟ مسلما شیطان خود در کمین انسان مؤمن و مسلمان هست که چی وقت بتانه از چه فرصت استفاده بکنه او را نگذاره به بندگی بپردازه. به ویژه در باب نماز در احادیث هم میاد که شیطان خیلی تلاش میکنه. حتی ما تجربه داریم وقتی که به نماز استاد شویم زیاد چیزایی که در بیرون از نماز در یاد ما نبود در داخل نماز هست، ذهن ما را مشوش میسازه، توجه ما را از ما سلب میکنه.
معمولا شاید این حالات هم رخ بده که وقتی ما تصمیم میگیریم که نماز بخوانیم کارهای پیش میشه یا همون تو ذهنیت های شیطانی برای ما ایجاد میشه، تشویشی از طرف شیطان ایجاد میشه که از پیش ما بره. راهکارش هم است که با قاطعیت تمام، با اخلاص، با همو نیت صادقانه به پا خیزیم، موضوع بگیریم و حرکت بکنیم، ان شاء الله موفق میشیم به اینکه نماز خدا بخوانیم. دیگه کدام راهکار مشخصی اینجا وجود نداره بجز استقامت، بجز همو خلوص نیت، بجز اونمو با خاطر جمعی تمام، با اراده قوی برخیزیم و انجام بدیم. خیلی زیبا، تشکر. حالا جناب مولوی صاحب گرامی بپردازیم به اینکه انسان پس از مرگ به چه دنیایی منتقل میشه و چی اشاراتی در قرآن عظیم الشان، در روایات، در فقه در عباره شده که آیا و همچنان مرگ پایان راه است یا شروع یک زندگی جدید برای انسان است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله. مرگ چیزی است که مسلم عند الکل است. هم از انسان هایی که باوری به خدا دارن یا ندارن، باوری به زندگی بعد از مرگ دارن ندارن، اما به مرگ معتقدن. همه میپذیرن که مرگ هست، همچون که وجود آفتاب را همه با چشم دیدند و میپذیرند، مرگ را همه در خیش و اقارب و دوستا و نزدیکا و در انسانهای دیگه مشاهده کردن میپذیرند که مرگ هست. ولی مهم است که آیا مرگ پایان زندگی است یا آغاز راهی یا جدیدی برای زندگی بعدی. اینجا اختلاف است. خب اما عقیده انسان مؤمن و مسلمان از آدرس قرآن و سنت و قطع نظر از قرآن و سنت اگر ما با عقل سالمی که خدا برای ما داده بیندیشیم به این نتیجه میرسیم که مرگ پایان راه نیست. مرگ بلکه یک آغازی برای زندگی ابدی است که او باز خاتمه نداره. چون انسان ها معمولا سه عالم را مولوی بسیار با عرض پوزش که صحبتایتان قطع میکنم چون تماس روی خط داریم، انشاءالله تماس میگیریم بعد ادامه میدیم. برای سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام مولوی صاحب، سلام مجدد. زنده باشین. تشکر از شما خیر. بفرمایید. درست است خواهر گرامی، من سوال شما را کاملا گرفتم. خواهر شما بیننده باشین، انشالله پاسخی را میشه. ممنون از شما، تشکر. زنده باشین. خواهر ما از هرات تماس گرفتن، جناب مولوی صاحب گرامی گفتن یک برادر 18 ساله دارم، این متاسفانه که به نماز پابند نیست، نماز نمیخونه و همچنان دروغ یاد میگه و با تقریبا دیگه دخترهای متعددی ارتباط داره. حالا مادرم هم از این قضیه خبر داره. ای فقط به چی کار بکنیم که تا ای اصلاح شوه و همچنان آیا تنها گفتن، بلکه میگه مادرم زیاد میگه که حداقل خود تو هر کاری که میکنی همین نمازت سر وقتش بخون، به نمازها پایبندی کن. اما این تو یک مسئله هست. این مسئله متاسفانه تقریبا عمومی شده. بله. تقریبا اکثریت جوانای ما نرنجان به مشکلات مبتلا هستند، به ویژه در عصر امروزی که صفحات مجازی به دسترس همه قرار گرفته، ارتباطات نزدیک شدن با یکدیگر خیلی آسان شده، راهها کوتاه شده، لذا این مشکلات ایجاد شده. در عموم پدرها و مادرها هم در ابتدا در قبال تربیت فرزندای خود خیلی کمکاری میکنن، یعنی کسالت دارن، از ابتدا جلوگیری نمیکنن، آموزه های دینی را به ذهن و مغز اونها جا نمیتن که بالاخره بعد از اینکه وقتی اونا به اصطلاح ما دست چپ و راست خود شناختنی شدن، تا اون وقت تربیت سالم خانوادگی چون پیدا نکردن، اونا به همو خواست نفس و خواست شیطان لبیک میگن، بعد کنترل از او خیلی سخت میشه. نهایت خانواده تلاش بکنه، اعضای بزرگ خانواده تلاش بکنه که از خردی مثل که ما یک نهال
از خورده وقتی تربیت احسن. کردیم به ثمر میرسه. او را به تربیت از او در چارچوکات دین تلاش بکنن تا نشوه بعد از اینکه بزرگ شدند و به راه رفتن باز دردسر بزرگی و مشکل بزرگی را در خانواده ایجاد کنند که وقت باز راه حل را هم پیدا نکنیم. بله، خواهر ما گفتن مادرم از این سبب خیلی نگران است و همچنان گاهی عذابی وجدان میکشه که من در این راستا چه کار بکنم، این مسئولیت من فقط با همین که من مادر هستم ختم میشه یا این تماما به عهده من برمیخوره؟ یک مسئله مثل که پیشتر اشاره کردم مسئولیت مادرها و مسئولیت پدرها تربیت سالم ابتدایی است که در مراحل آغاز زندگی فرزندانشان اونا را زیر مراقبت بگیرن، زیر کنترل و تربیت سالم اسلامی بگیرن تا بعد از بلاغت و بعد از اینکه فرزندا بزرگ میشن به همو ذهنیت سالمی که دریافت کرده اند راه سالم را انتخاب بکنن. ولی اگر مادر ما در ابتدا مسئولیت خود را ادا کرده باشه، تربیت سالم اسلامی به فرزند خود داده باشند، ولی باز هم اینا که توفیق الهی نصیبشان نشده و نماز نمیخوانند و کارهای دیگه ارتباطات نامشروع برقرار میکنند، امید که مادر گرامی ما در ارتباط مؤاخذه نشه. ولی اگر در ابتدا کسالت کرده باشند، یعنی به تعبیر امروزی همتون نازدانه تربیت کرده باشند، خب معمولا مسئولیت خود را ادا نکردن، باید هم عذاب وجدان بکشند. خیلی هم زیبا اشاره کردین، تشکر. حالا خواهر دیگری ما هم از ولایت هرات روی خط هستن. بله، سلام خواهر. سلام علیکم. سلامت. زنده باشین. تشکر از شما. ان شاء الله که شما هم خوب و صحت باشین. بفرمایید. مگه سرگردان مدت دو سال نیست که همسری من خیلی خواستگار داره، یعنی میاید تو صحبت میکنم ولی ایستی به سرانجام نمیرسه، میرم دیگه نمیایم. ولی تقریبا 2 ماه میشه که از این همسایه هم خیلی بری پاسپره ای که جو در نمیایم، خود مفیس نیم ما خیلی دوام دارم ایسته نداده بکنیم به دوره قرار دیم. همسایه من خیلی میشناسیم مردم خوب هست که همه رمسیگی موازی نیست. درست. همین یک جواب بدیم. سلامت باشین خواهر گرامی، تشکر از شما. زنده باشین. جناب مولوی صاحب، بازم یک سوال خیلی مهم و اساسی خواهر ما از هرات پرسیدن. گفتن 2 سال میشه که خواهرشان خواستگار داره و همچنان گفته حتی همین همسایه ما هم عین شکل همسایه های ماست و در کل بالاخره هر کس که میاد در دقیقه 90 یا دقیقه عن قریب به کار تکمیل شدن این مسئله بالاخره فسخ میشه، مشکل به طرف واقع میشه. حالا چی هست اینجا مشکل چی هست که بالاخره به اصطلاح ما گفته خودشان که بختش باز نمیشه یا توافق نمیرسن یا یک نتیجه مطلوب از این به دست نمیآید؟ چه کار بکنن؟ مسئله خواهر گرامی ما خب اساساً به 2 طرف برمیگرده که 2 طرف با جدیت و با اما عزم راسخ اگر اقدام به انجام کاری بکنن که اما برقراری پیوند خانوادگی است که انشاءالله الله راه میته. ولی شاید هم برداشت خواهر ما یا خانوادهشان از اینکه هر باری یک قضیه رخ میته ای باشه که ممکن سحر و جادو شده باشن و این هم احتمال برده میشه، چون مسئله سحر ثابت است، مسئله جادو و تأثیر او ثابت است. ولی باز هم بار دیگر اینا امو با جدیت و با اراده قاطع اقدام بکنن، امید که الله برشان راه را میسر بکنه. ولی به خاطر از اینکه بخت از یا بسته شده ممکن یا کدام سحر و جادویی کرده، توصیه ما یا پیشنهاد ما است که به خاطر از اینکه بختشان باز شوه به کدام جادوگری مراجعه نکنند یا به این باور و عقیده من نشوند که کسی یا را جادو کرده باشد تا در راه حل از این جادو یا انحلال از او پیش ملا و تعویض و غیر ذالک بروند. خب با قاطعیت تمام با نیت با اخلاص اقدام بکنن به انجام کاری انشاءالله که اصلا بخت بسته کردن هم یک ایده اشتباه است. یک یا اگر شوی بختی کسی را خدا که باز کرده باشه بسته کردن مسلم است که در حدیث اجازه تان اگر باشه پیامبر علیه السلام میگن تو باید اینی عقیده محکم به خود داشته باشی که اگر دنیا بر علیه تو جمع شوند به تو ضرری کنن ضرری رسانده نمیتونن تا اراده خدا نبوده باشه. و این عقیده را هم تو داشته باش که اگر دنیا برای نفرساندن به تو اقدام بکنن اگر اراده خدا نبوده باشه قدر سر سوزن برای تو نفع هم رسانده نمیتوانن. نفع و ضرر از جانب الله هست و این که کار از یا در دقیقه 90 به تعبیر شما به ناکامی می انجام، حتما اینجا هم مصلحت الهی و اراده الهی می بوده باشه. خیلی هم زیبا. به تعبیری که میگه هیچ برگی بر نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطانی بخت.
برادر ما از زابل، ولایت زابل هم تماس داشتن جناب مولوی صاحب که دقیقا خیلی نزدیک است. گفتن کسایی که به خاطر گشایش کارشان خوب شود، در دکان، دفتر، سوپرمارکت و غیره، که مشتری بیاید، کاروبارشان خوب شود، میرن بالاخره تعویزی، توماری، به تعبیر باز هم ملا گفتن، ما به می تعبیر استفاده میکنیم که اکثریت از این تعبیری سو دارن که میرن جادوگر و ساحر و فالبین و پیش اینا. این حکمش و بعض برادر ما توی یک استناد کردن که گفتن که ما پیش ملا میریم، خود در این رابطه مثلا آیات هم هست، حدیثی هم هست، خب اونا بالاخره آیات را نوشته میکنه، حدیث را نوشته میکنه، امی از در کل چگونه است؟ ای که برای باز شدن بخت یا برای گشایش کار بله. یا برای رفع بقیه مشکلات، بله. ما به غیر خدا متوسل می شویم، خب کار اشتباهی است که ما باید به خدا متوسل شویم، به امو راه حلی که شریعت قرآن و حدیث تعیین کرده به امو راه بریم. این استفاده جویی ها در عصر امروزی از آدرس کسایی که خود به چهره و قیافه ملا در آوردن خود زیاد هست. ما فریبی از واره نخوریم. باز هم امو عقیدی ما بوده باشه که اگر مصیبتی هست، اگر گشایشی هست، همه از جانب الله هست، خیر و شر از جانب الله هست. ما به اندازه مکلفیت بندگی که داریم تلاش بکنیم و از اون مسیری که در شریعت جا نداره استفاده نبکنیم، از جمله رفتن به تعویض و تومار ملا. اونا که استدلال کردن، اونا آیات قرآن نوشته میکنن، یقینا ما قرآن را وسیله قرار میتیم، اما با مو طریقه مشروعی که وجود داره، نه ای که ما قرآن را مؤثر بدانیم یا ملا و تومار و تعویض از را مؤثر بدانیم، یا معمولا ملاهایی که به نام ملا هستند در حقیقت ساحر و جادوگر به خاطر منافع جیبشان چیزایی را نوشته میکنن که در واقع او سند و ثبوت نداره. از او مسیر اجتناب کردن بهتر است. خیلی هم زیبا. تشکر جناب مولوی صاحب که دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین. جهان سپاس و امتنان. دوستان گرامی، سروران عزیز، این بود داشته های امروزی ما. انشاءالله تا در روزی بعد با موضوعی دیگر خدمت شما خوبان عزیزان قرار میگیریم. شما را به الله منان میسپاریم. وقت و لحظاتتان پر از تراوت و آرامش و لبخند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.